نشریه‌های روسی مسکوفسک کمسرمولس و موسمانیتور خبر دادند که در مسکو بین مهاجران باز یک زنوزنی مرگبار روی داده است. گفته می شود زنوزنی ساعت 3:30 شب 23 نوامبر در نزد یک آشخانه در کوچه لیوبینسکایا بنای رقم 92 کورپوس 2 در حوزه مأموری جنوب شرقی صورت گرفته است. در این سروقه در روبروی هیپرمارکت اشن چایخانه رقم یک طرفخانه مشهور غذاهای ملی آسیای مرکزی جایگیر شده است، ولی در خبرها مشخص نکردند که آیا این زنوزنی در نزد همین طرفخانه صورت گرفته است یا در نزد یگان مؤسسه دیگر. سبب زنوزنی هم گفته نشده است، ولی بنا به اطلاع مسکوفسک کمسرمولس در پی مناقشه یک شهروند 35 ساله تاجیکستان با نام اینانجام کوگانوف را با زخم‌های کرد از ناحیه دست و کتفش در بیمارستان بستری کردند. مسکوفسک کمسرمولس عکس کوگانوف را هم نشر کرده خبر داد که او در حالت مستی قرار داشته است. بنا به خبرها در جریان زنوزنی یک نفر کشته شده است. مسکوفسک کمسرمولس خبر داد که شخصیت مرد کشته شده را معاین کرده ایستادند، ولی بنا به اطلاع منبع موسمانیتور کشته شده برادر کلونی اینانجام کوگانوف بوده است. بعدا چند رسانه روسی خبر دادند که مهاجر کشته شده بابو مراد کوگانوف نام دارد. به پلیس تا حال میسر نشده است که نفر گمانبر در قتل این مهاجر را پیدا و دستگیر کنند. تفصیلات دیگر زنوزنی در منطقه لوبلینای شهر مسکو به سبب به جان یکدیگر در افتادن مهاجران معلوم نیست. سفارت تاجیکستان در مسکو تا کنون خبرها درباره زنوزنی با اشتراک شهروندان این کشور و هلاکت یکی از آنها را رسما شرح نداده است. یادآور می‌شویم در پی یک سلسله زنوزنی‌های گروهی بین مهاجران که تابستان سال جاری در چند شهر روسیه صورت گرفتند، مقامات روسیه هشدار دادند که من بعد مهاجرانی را که ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران می‌کنند و از جمله در مناقشه‌های گروهی اشتراک می‌کنند از این کشور اخراج خواهند کرد.